یالا گوشی و تابلتاتون رو بهم بدین. بابا بزرگ تبلت یه چیزی، حداقل گوشیامونو نگیر. نمیشه بدین به من. چطوری بهت زنگ بزنیم پدر بزرگ؟ مامانتون میخره. پس اون واسه چیه؟ بابا تقصیر این بچه ها چیه؟ حقشون نیست این کارو بکنی. بگو. منو ببین، تو کار من دخالت نکنین. دهنتون رو ببندین وگرنه خودم این کارو میکنم. تو داری چی میگی؟ چی میگی؟ تو با این کارت میخوای امانت ایوب همینطوری ول کنی؟ پسر خودمه، ثروتم مال منه، اینم نوای خودمه. هر کاری میکنم از تو اجازه میگیرم. کارتارم بدی. میخوای اینم بدم؟ نه اون باشه پسرم، جیب خرجیت باشه. فقط از این به بعد ول خرجی تو کم کن. 500 لیرو تو یه روز تموم کردی. حقوق مامانت خرج 2 روزت هم نمیشه. تا من یه رایی پیدا میکنم صبر داشته باش پسرم. این دفعه یه کاری میکنم که نابود بشه، یعنی بره زندون. تو تا اون موقع صبر داشته باش. الان نمیشه، خیلی طول نمیکشه پسرم. نقشه ای داری؟ هنوز نه، ولی یه رایی پیدا میکنم. داری دنبال نخستی یا میفرستی؟ هی پسر، عمو دستت زخمی شده. دلم زخمی شده حسن. امروز آرامشم از بین رفت، مثل یه سنگ شدم. میدونی چقدر عصبانیم؟ نمیتونی درکم کنی. عمو ببین اون زنه همه رو اذیت کرده. هم بودنش هم نبودنش واسمون یه عذاب بوده. الان اگه من برم و با یه گلوله بکشمش، اونم واسه آبرمون جوونیم حیف میشه. اگه تو بکشیش باید تموم عمرتو تو زندان بپوسه، هیچی هم عوض نمیشه. ولی ما چرا باید آیندمون رو خراب کنیم؟ اون باید بره زندان، باید آرامشمون رو به دست بیاریم، اونم گم و گور بشه و کل عمرش رو روز خوش نبینه. پسرم چی میگی تو؟ مگه ممکنه؟ واسش یه پاپوش درست کنیم که بره زندان. اینجوری دل تو هم خنک میشه، منم با آبجی و داداشم برمیگردم. باید از دست مامانم راحت بشیم عمو. بیشتر از این اصرار نمی کنم. هر چی بگمم نمیگی. اگه چیز مهمی بود حتما بهت میگم. باشه؟ به من اعتماد کن. ببین من بالاخره میفهمم که چه نقشه‌ای تو سرته، فهمیدی؟ اما خیلی ممنون قدیر. باشه راستش میدونم بعد این همه کارا تشکر کردن خنده داره، ولی تو زندگیمو نجات دادی. خیلی ممنونم. ای بابا، نیاز به تشکر کردن نیست. واسه اینکه همچین آدمای زورگو سلطنت نکنند وکیل شدم. الان که قیامت به پا شده خدا کنه اتفاق خاصی نیفته. اگه میخوای تو برو، اینجوری بهتره. نمیشه تا سوار هواپیما نشده این باهاتون هستم. به یعقوب اعتماد ندارم. تا فعلا که مانع شدیم ولی هنوز تموم نشده. باشه پس من میرم بچه هامو میگیرم. حسن کجاست؟ گفت میام، منتظرم بمونی.
وای عزیزم، فکر میکردم تو هنوز بچه‌ای، ولی الان میبینم یه مرد شدی. تو دقیقا مثل داداشمی، مثل اون زرنگ و باهوشی، مثل من خنگ نیستی پسر. عمو، من میرم، تو یه فکری بکن. باشه. این خانواده رو فقط من و تو میتونیم نجات بدیم. ببینم تو چی گفتی؟ حسن، خیر باشه. میخوام خودم از دست فقر نجات بدم بابا بزرگ. از فقر؟ حسن اینجا همه چی مال توه، پول، ثروت، همه چی. بذار 18 سالت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه جلومونو بگیره. ولی من نمیتونم انقدر صبر کنم پسرم. اگه تو هم واقعا نمیتونی، به حساب اون زنی که برس، بهش نشون بده شما به کجا تعلق دارین. فهمیدی؟ تو قلبمو شکستی، ولی من نوه یعقوب تاشکنم. نگران نباش. آقا یعقوب، والا که بچه ها خیلی ناراحتن. تو اون شهر با شکم گرسنه آخه چطوری زندگی کنن؟ عقلت کار نمیده. اینطور نیست فاطمه. اگه تو جیبشون پول بذارم، اون گل پاری راحت میشه. بذار بفهمه که نمیتونه مراقب بچه ها باشه. از یه طرف بیپولی، از یه طرف هم با کمرشو میشکنم، زندگی رو واسه زندان میکنم. خودش میاد جلو پا میفته و میگه بچه ها رو پس بگیر. میدونی فاطمه 50 سال میشه، اصلا یه ذره عقلم تو کلت نیست. دختر خوشگلم. آقای وکیل، قراره هر جایی که میریم تو رو سر راهمون ببینیم؟ حواست باشه زیر پا له نشی، از همون دور بمون. فکر کنم اینجوری بهتره. تو نیا. از این به بعد بیشتر هم دیگه رو میبینیم. آخه قراره توی شهر زندگی کنیم. حسن، بدریه جان، زود باشین میریم خونه خودمون. اونجا خونه نیست. طویله است. قدیر لازم نیست تو بیای، خودمون میریم. تو راحت باش گل پری، من تا فرودگاه همراهیتون میکنم. یالا. لطفاً بریم فرودگاه. به این قدیر بگو حالا که این دادگاه تموم شده از همون دور بمونه. حسن، من مامانتم و از این به بعد من قانون میذارم، باشه؟ گوش کن چی میگم. از این به بعد آبروی من به تو بستگی داره. کافیه سرمو خم نکنی. همینجوریش هم که آرمه حرف پشت سرت هست. نمیخوام با هیچ کسی ببینمت. خیر باشه آقا یعقوب. کجا میری؟ استانبول. پس کجا برم؟ فکر کردم نمیخوای بری استانبول وقتی بچه ها رو اونجوری ول کردی. آخه که لجبازی و دیوونگی من تموم شده که الان تموم بشه. مگه میشه ولشون کنم؟
زنگ بزن خونه رو آماده کنن. وقتی استانبول رسیدم باید همه چی آماده باشه. نمیخوام کم و کسری بذاری. همون گلپری رو، همون قدیر احمق عوضی رو به حسابشون میرسم. بابا ناخواسته حرفاتون رو شنیدم که میخواین بریم. خب اگه اجازه بدین منم باهاتون میام. یعنی چی رفته تاشکنان؟ من فکر میکردم امروز صبح آرتیمیس برده مدرسه. راستش به منم یهویی خبر دادن. منشیشونم نیست. چیز زیادی نمیدونم. این بار سومه که میگه دعوا تموم شده ولی صبحش دوباره رفته؟ حتما دوباره مشکلی پیش اومده. اسم موکلش چیه؟ گلپری چتن. ای بابا، این گلپری خانم دیگه کیه؟ فکر کنم دوست بچگیشونه. کدوم دوست دوران بچگیشه که من نمیشناسم؟ بارکن تو اتاقشه؟ آخرین بار همونجا بود. چطوری بارکن؟ والا خوب نیستم زن داداش. چی شده؟ دورو مریض شده، میریم بیمارستان. دورو جون چت شده؟ تو باید هرچه زودتر خوب بشی. بیای خونمون. آبجی آرتیمیست خیلی دلتنگت شده. خیر باشه زن داداش. اتفاقی افتاده؟ نه عزیزم، آخه چه ربطی داره؟ گفتم حالا که اومدیم تو رو هم ببینیم. ممنون زن داداش. وقتی دورو خوب شد میبینیم. چرا که نه؟ سلام منم به غمزه برسون. حتما. یالا بیا دخترم. برو عزیزم. برجو جون، یه دسته گل از طرف من برای خانم اکنور درست کن. وقتی گل رسید به هم زنگ بزن. یه سوء تفاهم شده بود. شیما بهتون سلام رسوند. ولی اصلا وارد جزئیات نشو. باشه؟ به منشی گنجه میگم بفرسته. باشه، خداحافظ. خداحافظ. من منشی نیستم. چقدر باید بگم من منشی نیستم؟ الو عزیزم. سلام شیما. نتونستم بهت خبر بدم. من دوباره برگشتم تاشکنان. جدی میگی؟ خب چرا دوباره برگشتی؟ گفته بودی دادگاه به نتیجه رسید. خب یه مشکلی پیش اومد. به هر حال شب که اومدم با هم حرف بزنیم. بسیار خوب. خداحافظ. باشه، خداحافظ. روز بخیر. من وکیل گلپری چتنم. دیشب اینجا بوده. خبر دادن. اومدیم گزارششو بگیریم. منتظر باشین، پرونده ها رو چک میکنم. خوش اومدی. خیلی صفا آوردی آقا اجدر. خوش اومدی. آره دیگه داشتم بشین داداش. خوش اومدی. آماده است. دست در نکن. حواست کجاست؟ مگه کوری؟ احمق. معذرت میخوام. ندیدم آقا اجدر.
همه جا را آب برداشته. آره لوله ترکیده. چی شده؟ یکی از لوله های آب ترکیده بود. آپارتمان به این روز افتاد. باشه به زودی حلش میکنم. معذرت میخوام. بیاین بریم بچه ها. نه داداش منم تازه اومدم. با یه مکافات وارد خونه شدی. وای خدایا این چه وضعیه؟ این چه وضعیه؟ بوی فاضلابه. بیاین بچه ها بیاین. خدایا همه جا رو بوی گند گرفته. باشه الان همه جا رو با هم تمیز میکنیم. حسن پسرم تو با من بیا تا آپارتمان رو تمیز کنیم. دخترم تو هم اینجا رو جمع کن. ببین جان گرسنشی یه چیزی واسش درست کن. من خوابم میاد. دارم از خستگی میمیرم. از همین الان بهت میگم سعی نکن به همون زور بگی باشه. تو ما رو واسه کار کردن اینجا نیاوردی. خودت باید از پسش بر بیای. خدا قوت. خیلی خوب حسن. باشه اشکالی نداره. بیا پسرم یه چیزی واسه خوردن پیدا کنیم. ببینم چی واسه خوردن داریم. کدو هست تو دوست داریم؟ دیگه دوست ندارم. تو بزرگ شدی. من بعضی چیزا رو فراموش کردم ولی دوباره یاد میگیرم. ببینم دیگه چی داری؟ اشکالی نداره من خیلی گرسنمه میخورمش. باشه بیا بیا. من بهت میدم عزیز دلم. گلپری گلپری اومدم نجله خانم. چقدر دیر کردی بیا دیگه. پسرم میذاشتی با هواپیما میرفتیم. زود میرسیدیم دیگه. با ماشین راه خیلی طولانی میشه. من پسرم سوار هواپیما نمیشم. تو چرا میترسی ها؟ قبلا هم سوار هواپیما شدی؟ چه ترسی مامان؟ خوشم نمیاد. دلیل بهتر از این؟ خب اون نمیخواد با وکیل روبرو بشه. چرا بهش فشار میاری؟ باشه یالا بریم به سلامت. سفر بی خطر داشته باشی. بابا سفر خوبی داشته باشی بابا. عزیزم دختر گلا
رفتیم، خداحافظ. برین، مواظب خودتون باشید. خیلی ممنون. خیر باشه انشالله. شب بخیر آقای یعقوب. شب بخیر. شهردار منو فرستادم، گفت اگه میشه بریم پیشش. بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سلام مسکور. شیما خوش اومدی. خیلی ممنون. تو مگه اینجا رو بلد بودی دختر؟ از روی اینترنت پیدا کردم. شبتون بخیر. سلام بلند، چطوری؟ خوش اومدی شیما. ممنون. اینجا چقدر قشنگ شده. ممنون. داداشم باهات نیست؟ نه عزیزم، اون رفته تاشکن. فکر کنم یکی از فامیلای شما یا دوستاتون به خاطر اون رفته. اون کی؟ گلپری. گلپری دیگه کیه؟ نشناختم. ای بابا، قدیر گفت از بچگی میشناسیش، یعنی خیلی وقت میشناسیش. گلپری. نه عزیزم، اون از فامیلامون نیست. تو تعطیلات با هم آشنا شدیم. اون که از پوچالا بود. تو تاشکنان چی کار میکنه؟ راستش اونو دیگه ازش نپرسیدم. مهم نیست. شاید کلن اونجا رفته. شاید. چیزی بیارم؟ فقط یه آب میوه میخوام. بشین. واسه چی اومده اینجا؟ هیچ نظری ندارم. دوباره یه دسته گلی به آب میده. یه کیک حالی خیلی خوشمزه هم دارم، بیارم برات؟ عالیه. بفرمایین. اینم یه دروغه؟ این گزارش پزشکیه. بفرمایین ببینین. اگه خودش این بلا رو سرش آورده چیزی نمیتونم بگم، ولی من حتی بهش دستم نزدم. جدی میگی؟ روش دست بلند نکردی؟ یه شاهد بیار. یکی رو بیار که بیاد بگه یعقوب گلپری رو کتکش زده. آقای مقام حرف زدم. قضیه رو حلش کن. منم حلش کردم. اونم بچه‌هاشو گرفته از اینجا رفت. الان شاید تو خونه‌شون باشن. شما چی میگین جناب وکیل؟ خب چی بگم؟ اینطور نیست، ولی به هر حال دیگه. خب جناب آقای مقام، با اجازهتون میخوام به گلپری چتر زنگ بزنم تا از خودش بشنوم. زنگ بزنم؟ بفرمایید. پسرم وایستا، اینجا کثیفه. چی شده؟ گوشیت همش زنگ میخوره. باشه الان میام. مواظب باش. الو قدیر، چی شده؟ واسه چی الان بهم زنگ زدی؟ گلپری خانم، ما تو تاشکنان در حضور قائم مقام هستیم. با اجازهتون میزنم رو بلنگو. یه لحظه. میخوام راجع به این که یعقوب تاشکن شما رو کتک زده اظهاراتتون رو بگید. فردا به یکی از دادگاه‌های استانبول مراجعه کنین. من وقت این حرفا رو ندارم. خب برای شکایت کردن. نه من شکایتی ندارم. شب بخیر. چیه؟ چی شد؟ میدونی تو اندازه یه زنم عقل تو کلت نیست. ببین حتی هر روز هم بهتر از تو میفهمه چی کار باید بکنه. خداحافظ جناب قایم مقام. معذرت میخوام آقای یعقوب. شب بخیر. جناب وکیل.
سری را بیا پسر، خیلی کار داری، خیلی. بچه ها من تا چند دقیقه بعد میام. شما اگه میخواین بخوابید. فکر میکنی تو این کلاه چیه؟ ازتون خواهش میکنم که خونسردیتون رو حفظ کنید. حالا میخوام از تو کلاه بیارمش بیرون. بگیر. خب منتظر باشید. وای این که سوس بود. خب رفیق خودم چی کار کردی؟ عمو چی شد؟ راه افتادین؟ نه رفیق من نمیام. من و بابام داریم میریم استانبول. راستش یه مشکلی هست که باید حلش کنیم. به یکی از دوستامون قول دادیم میریم و برمیگردیم. خیلی خوب رسیدین به هم خبر بدین. فردا بهت زنگ میزنم باشه؟ باشه رفیق خداحافظ میبینمت. من دیگه میرم بیرون. کجا میری؟ منتظر نمون. چقدر گوش زد کردم. گلپری؟ بله طولای خانم. آفرین گلپری آفرین. ماشاءالله چقدر خوب به حرفم گوش کردی. چند بار بهت گفتم پست چی میاد و اونو میذاره پشت در. تحویلش بگیر و من از تو میگیرم. معذرت میخوام. این کار نیست گلپری. با کمال پرویی جوابم میدی؟ میدونی توش چی بود؟ من واسه این یه عالمه پول دادم. ببین خراب شده. با معذرت ولی باید پولشو بدی. این تاوان بی‌مسئولیتیته که دیگه این کارو تکرار نکنی. داداشم رفت. خوبه یالا تو هم بخواب دیگه. مامانم هم هنوز نیومده. به اون مامان نگو. اون مامان ما نیست. قدریه مامان ماست. پس چی صداش کنم؟ هیچی صداش نکن. اهمیت نده. ما واسش مهم نبودیم. زنگ نزد. هیچی نپرسید. تو هم بهش اهمیت نده. میدونی من واسه مامانم یه عالمه نامه نوشتم. همشو خونده بود. حفظشون کرده بود. اگه واسش مهم نبودیم اونا رو میخوند. حفظشون میکرد.
جون. گریه نکن. اگه گریه کنی منم گریم میگیره. باشه گریه نمی کنم. یالا تو هم برو بخواب. تو هنوز نخوابیدی عزیز دلم؟ چقدر کتاب زیاد داری؟ اونا مال هممونه. دونه دونه انتخاب کردم. واسه روزه نگهشون داشتم که با هم بخونیم. خدا رو شکر بالاخره دعاهام قبول شد. داداشت خوابید؟ رفتش. کجا رفت؟ نمیدونم. زندگیم پر غم شده، دیگه تنها شدم من. همگی رفتن و من موندم و غمم. میخوام که همش داد بزنم. بی خیال دنیا، بیا بریم از اینجا و فرار کنیم. بیا بریم از اینجا فرار کنیم. از اینجا فرار کنیم. چه خبرته؟ چی کار میکنی؟ من تو رو میشناسم؟ نه اصلا. خب پس چی؟ ای بابا. بزن بریم با سرعت برق و باد. بزن بریم از اینجا. بزن بریم از اینجا بریم. لا 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 لا. من آرتمیسم. حسن. خوشبختم. علی صدای خوبی داری. جدی میگم. معذرت میخوام یکم داد زدم. مهم نیست. اینجا زندگی میکنی؟ آره همین دور برم. منم خونه های نزدیک پله های رنگی رو که دیدی همونجا. خب ما تازه اومدیم اینجا. بدریه دخترم. چی شده؟ آدم نمیتونه راحت بخوابه؟ نگران حسن شدم رفته بیرون. تو میدونی کجا رفته؟ ساعت 10 هنوز برنگشته. اوف که چی؟ این وقت شب کجا رفته؟ اون هر موقع بخواد میره، هر موقع بخواد میاد. بهتره عادت کنی. اینجا تاشکنان نیست، با اونجا خیلی فرق داره.
میرم یه سری به پارک بزنم. بدریه، مواظب جان باش. رمان سینکلی بکن اثر کیه؟ رشاد نوری، خالد ادیب، زیا گوگال و عمر سیف‌الدین؟ یالا وقتش تموم میشه. خالد ادیب. دیدی درست گفتم. چه چیزی به اسم طلای سبز معروفه؟ پروتئین، پتاسیم، فسفر، آهن و منبع خیلی غنی از منیزیومه. پسته آنتپه؟ بابامه، ببخشید. بابا جون؟ دخترم الان خونه ای؟ نه نیستم، ولی تو راه هم دارم میرم. بسیار خوب عزیزم، منتظرتم. منم تا اون موقع میام تا ببینم دخترم. باشه بابا جون، باید برم. با هم بریم؟ باشه. حسن، پسرم کجایی؟ چیزی نگفتی، نگرانت شدم. ببینم مامانتی؟ نه بابا. چه مامانی؟ خدمتکارمونه. جدی میگی؟ خب چی شده؟ مامانم تو رو فرستاده؟ آره، مامانت نگرانت شده. خیلی خوب، بگو چند دقیقه دیگه میام خونه. آخه دوستمون باید برسونم. در واقع لازم نیست، خونم نزدیک. نه اینطوری نمیشه. شب بخیر. خونه ما اینجاست. شب بخیر. شاید دوباره همو ببینیم. شب بخیر. شب بخیر خوشگل خانوم. میتونی با هم آشنا بشیم؟ از دست تو بابا. اون وقت شما برمیگردی و نگام میکنی نه؟ بابا خداحافظ غمزه. بابا و چی؟ نباید نگران باشم که دخترم چه عکس العملی نشون میده؟ نباید باشی، چون همچین بابایی نیستی. ای بابا، چه جور بابایی هستم؟ جذاب، کاریزماتیک، بادک و دیگه؟ شیرین، خوش اخلاق، مهربون. مامان نرو. نمیرم پسرم، هیچ جایی نمیرم. دیگه همیشه پیشتم.
میشه پسرم؟ آروم دخترم، چیزی نیست دخترم، نترس. فهمیدی؟ دست نزن، به من دست نزن، فقط تنهام بذار. اومدم. دیگه دنبال من نیا. نمیتونی هر جای دلت خواست بری، باید به من بگی. مگه من بچه‌ام؟ تو کار من دخالت نکن.